کوهستان مسجو با طبیعت دلفریب و دلنوازش نگین وادی گوهرپاش زرفشان است. مکان مردمان مهنت دوست و فداکار، فرهنگ دوست و معرفت پرور می باشد. باعث سرفرازی است که نسل امروزی دوران استقلال این دیار زرنسار میراثبر شایسته کار و پیکار نیاگانش شرفمند هستند. سلمان نیازملک زاده از جمله چنین جوانان فعال و سعادتمند این سرزمین زیبا و آرزوهاست. پیروهای امید این نوبت پیروهای سبز و پرنکت سلمان با استعداد، ذکی و دانشدوست را پیگیری می نماید. طبیعت دلفریب و دلنوازی دهه ایسیز ناحیه کوهستان مسجو الهام بخش ایجاد و خوانش سلمان ذکی و هوشمند بوده برایش نیرو و توانایی ضم می کند. این میوه پرفیض و شیرین وحدت و استقلال قدم استوار به پیروهای سبز و مراد بخش علم و معرفت می گذارد. دوستدار کتاب، دانش و معنویات والا است. همین شوق و رغبت در نهایت محبت بی اندازه به کتاب و کتابخانه و درک معنی بود که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است فعالانه اشتراک نموده به دور ولایتی این آزمون با نفوذ راه خط گرفت. باعث سرفرازی است که در کشور سال به سال نامگوی آزمون ها خیلی زیاد می گردد و با جلب نورسان و جوانان صاحب استعداد فکر می کنم شما نیز در کنار نیستید و در این آزمون ها فعالانه اشتراک می نمایید. به اندیشه شما همچون جوان دوران زاده استقلال این آزمون ها و اشتراکچیان همین آزمون چه منفعتی دارد؟ در آزمون دوره مکتبی و ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدم و به دور ولایتی این آزمون را خط گرفتم. از روی نامیناسیون خواندن و از برنمودن ادیبان ادبیات جهان اشتراک ورزیدم. بیشتر کتاب‌های ادیبان جهان را مطالعه نمودم و حالا باشد می‌خواهم یکی از شعرهای ادیب داغستانی را که با نام رسول غمزت مشهور است برای شما پیشکش نمایم. بیرون همه باران است بندم به خیال تو، ایام زمستان است من مست جمال تو، خندیده بهاران هم مانند گل رویت، یک لحظه نپیمودم جز راه سر کویت. کتاب را سلمان جام جهان نما، کلید گنج و گوهر، دوستی بی‌منت می‌داند. با درک این معنی چون فرصت مناسب در می‌یابد همراه همسبقانش به این موضع زیبا و دلفریب آمده. دم همنشین کتاب این راهنمای روح روشن حیات و روزگار می شود. با مطالعه اثرهای ادیبان معاصر و جهان پندهای مفید و سودمند پیدا می کند و بهره می بردارد. وقتی که ما از درس می آییم به کتابخانه مشغول می شویم، بغیر از اینکه ما به کتابخانه مشغول می شویم هر دویمون در یک جا می نشینیم به درس تیار کنیم مشغول می شویم، درس‌هایمان را از بر می کنیم. سلمان شاه عزیز در صنف ما از همه خواننده پیش صف می باشند و در همه کمبودی هایی که ما می کنیم سلمان شاه به ما کمک می رسانند و آن خطاگی ها را اصلاح می نمایند. خیلی که اطلاع پیدا کردیم شما با آموزش ادبیات جهان مراقب بیشتر دارید. اینجا می توانید یک پارچه و یا قصه جالبی که خیلی پسندتان است نقل کرده باشید. هنگامی که ما کتاب‌های ادیبان جهان را مطالعه می نماییم شوق و رغبت دقت جلب کنندگی آنها بیشتر می باشند. مطالعه نمودم از اثرهای ویکتور هیوگو، اثرهای رسول غمزتوف، تراس گریگورویچ شفچنکو، الکساندر سرگیویچ پوشکین،
لف نیکولای تالستوی. یکی از کتاب‌های لف نیکولای تالستوی اندردنامه میباشد که دوران پیری لف نیکولای تالستوی درج گردیده است. از دوران کودکی سر شده تا به دوران پیری انسان را در آن ما میتوانیم مشاهده نماییم که باز پند آوردند که کوشش نماید که بیشتر به عقل غذا دهید. از کودکان نیز ما میتوانیم خرد آموزیم. کودک شدن آرزوی دوباره است. این گونه پندها باشد آورده شدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 7 دهه ایسیز ناحیه کوهستان مسجد یکی از مؤسسه های پیشقدم و کهن‌ترین این ناحیه بلندکوه است. سلمان از جمله خوانندگان اعلاخوان و فعال انا همین دبستان می باشد. در صنف 10 با شوقمندی پی دریافت دردانه های مقصود زحمت می کشد. از مصلحت و راهنمایی آموزگارانش بهره می بردارد. کوشش می کند همیشه در مشغولیت ها با آمادگی همه جانبه اشتراک نموده حاضر جواب و پیش صف باشد. سلمان یکی از خواننده فعال مؤسسه به حساب می رود. در تمام چهاربین‌های فرهنگی که در مؤسسه عملی کرده می شوند یکی از فعالان به حساب رفته. اکثرا راویگی مؤسسه را به عهده خویش دارد. در آزمون‌های کتابخانه بهترین داخل مؤسسه در دیگر آزمون‌هایی که در داخل مؤسسه فعالیت می‌کنند یکی از بهترین ها است. در برابر آن که اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی است، اینچنین به فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی از آن جمله به فن شیمی و بیولوژی توجه بی‌نهایت زیاد دارد. جریان تحصیل و دانش آموزی، رفتار و عمل با ثبات سلمان را دیرکتور جوان و امیدبخش دبستان نیکروز میرزا باقیف شایسته تحسین و آفرین، همزمان نمونه عبرت به همسبقان و هم مکتبیانش میداند. از این خاطر از آن افتخار دارد که سلمان در این بارگاه معرفت پی خوانش و آموزش است و بارها در آزمون و المپیاده ها کامیاب گردیده است. در چهره سلمان شاه، عموما در سیرت و صورت سلمان شاه یک آتشه که نسبت به کتاب، نسبت به مطالعه و منظرهایی که در کتاب‌های بدیعی انعکاس گردیدن از جانب مؤلفان، نسبت آنها یک دیدی خوب مشخص دارد. سلمان شما گفتید که مشق قلم میکنید، خب از چه الهام میگیرید؟ در این جاده کی به شما کمک میرساند، راهنمایی میکند؟ در این جاده باشد استاد من کشورشاه نیازی که مرا راهنمایی مینمایند با شعر نویسی، حکایه نویسی، چیستان نویسی و مقال ها باشد. من تا به امروز زیاده از 35 شعر نوشتم، حکایه ها از 20 تا، چیستان ها باشد 10 تا. حالا باشد میخواهم چیستان ایجاد نموده خود را پیشکش شما گردانم. نیست در جهان برابر 5 تا آن برادران، جوابش انگشتانی دست. در سر درخت روید، زرد روید، هم سرخ روید. جواب این چیستان سیب می باشد. بنیاد و نوسازی، فراهم آمدن امکانیت‌های خوب و بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیه را در ناحیه دوردست و بلندکوه مدیر شعبه معارف ناحیه سفر سلیموف از نظر نیک و دوربینانه و معارف پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می‌داند. به آن نظر است که محض همین توجه و غمخواری های پیوسته دولت و حکومت است که سال به سال اشتراک خوانندگان در آزمون و المپیاده های ولایتی و جمهوریوی بیشتر می گردد. سلمان نیازملک زاده خواندن کتاب های بدیعی را خیلی دوست می دارد. تا به امروز زیاده از 210 کتاب بدیعی را مطالعه نموده است. در برابر مطالعه کتاب بدیعی همچنین به محفل‌های ورزشی شوق و رغبت داشته. در مسابقه‌های ورزشی که بین همصنفان و در حدود ناحیه برگزار می‌شود فعالانه اشتراک نموده، صاحب سپاسنامه و افتخارنامه‌های شعبه معارف
و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه گردیده است. شما که این حال در صنف 10 تحصیل دارید، برای داخل شدن به دانشگاه فرصت کوتاه است. فکر میکنم پی عملکرد آرزوی خود چی نقشه چگونه آمادگی دارید؟ در عرفیت میگویند که مال پدر خواهی کسبی پدر آموز. از سبب آن که پدر من دکتر میباشند، من نیز میخواهم که دوام دهنده کسبی پدر خود باشم و به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایم. آمادگی های من در این جاده باشد خیلی هم جدی می باشند. من با 45 دقیقه درس های مؤسسه قناعت نکرده باز مشغول می گردم به درس های علاوگی برای داخل شدن به دانشگاه طبی. درس های علاوگی از فن شیمیا، فیزیکا، بیولوژیا و متماتیکا. طبیعت ناتکرار و نظرربای کوهستان مسجا. این ناحیه زیبا منظر با میوه های شهدبار و لذیذش درخش دیگر دارد. رنگین و پرجاذبه است. مردمی مهنت دوستی این دیار کوهستان برابر زراعتکاری همچنین پرورش و نگاهبینی درختان میوه دهنده را عمل سودمند دانسته تلاش میکنند تا هر وجب زمین اجدادی را با ثمر استفاده برند. از جمله پیوندان سلمان نیز پرورش و نگاهبینی سیب را شغل دائمی و سرچشمه آبادی و فراوانی روزگار دانسته با مهر و باغداری مشغولند. سلمان غمخوار و مهنت دوست نیز در این لحظه ها در کنار نیست. کمک رسان و متکای اهل خاندان است. با شکر نامشکی همه نبیران بچه های بادا و درساشون رو وقتشان میخونن، وقتای بیکاریاشون هم داداشا، آبچشا، بیبیشا، باباشا یاردم میتیم با. هنر گوهر نایاب گنجینه بی‌بها است. خب در مورد هنر و هنرمندی شما چه گفته میتوانید؟ در مورد هنر و هنرمندی گفته میتوانم که عبدالرحمن جامی فرمودند که قیمت مرد نه از سیم و زر است، قیمت مرد به قدر هنر است. در عرفیت میگویند که به هر یک مرد 40 هنر کم است. ما باید هنرهایی که از بابا و بابا کلان خود به ما میراث مانده را دانیم و آموزیم. من باشد حاضر ساختن اسباب و آلات‌های ما در کشاورزی استفاده میبریم، به مثال بیل، کلند، چوک و دیگر اشیاءهای روزگارداری. بابایم در مکتب نیز درس میدهند. بعد از فارغ شدن از مکتب باشد و ما ساختن این گونه آلات و اشیاءها را باشد میآموزانند. مطالعه یک جایی کتاب پرارزش تاجیکان علامه باباجان غفوروف برای خرد و بزرگ این عائله مهنت دوست خیلی پسند است. از این خاطر همه در یک گوشه زیبا منظر حوله جمع آمده با قرائت این اثر بی‌زوال دمی با تاریخ گذشته پیوست و آشنا می شوند. از روزگار نیاگان سبق می آموزند و بهره می بردارند. از آن سرفرازند که کتاب تاجیکان با ابتکار خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چون ارمغان پرگوهر به دست آنها هم رسید. عهد شاپوری 2 سالهای 309 379 خیلی قوت گرفته در شرق و غرب در چندین محاربه ها غالب آمد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان برای ما جوانان و نورسان آینده‌ساز ملت تاجیک چنین آزمون‌ها را راه اندازی نمودند. از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت و یکی از آزمون‌های نفت‌رسی شده که با نام تاجیکان در آینه تاریخ می باشد برای ما جوانان راه اندازی نمودند. من باز نیت دارم که در آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت شرکت ورزم. یکی از کتاب‌های باباجان غفوروف که با نام تاجیکان درج گردیده است
мутолиа намуда истодам. салмони дурандешу закӣ пайраву меросбари шоистаи касбу илми падар шуданист. бо дилбастагиву шавқу рағбати зиёд пайи омӯзиш ҷаҳду талош мекунад. ҳамеша аз донишу таҷрибаи падари духтураш ки давобахши дарду муродбахши рӯзгори рангини мардуми деҳа аст, барои қадамҳои пурумед ба фардои фирӯз фаровон истифода мебарад. ният дорад ба мисли падари шифокораш табиби ҳозиқу мушфиқи аҳли диёр гардад, баҳри солимию хушбахтӣ ва хушрӯзии онҳо амали нек анҷом диҳад. салмон аз давраи кӯдакиш бисёр як бачаи шӯх буд. баъди аз дарс омаданаш ба модараш ёрӣ мерасонад, ба корҳои модараш ва ҳар рӯз як маротиба мо дар як соати муайян барои хотири ба дарсҳош омода шудан тайёрӣ мебинем. ба дарсҳои дақиқаш, фанҳои дақиқаш, яъне ки фани биология, химия аст, якҷоя шида ҳамкорӣ мекунем. хизмати модар ватан ҳам қарзу ҳам шараф аст. фикр мекунам бо дарки ин маънӣ шумо ҳамчун ҷавони ғайёру ватандӯст дар дил орзуи адо намудани қарзи ҷавонмардии худро доред. ҳифзи ватан модар қарзи имонӣ ва виҷдонӣ ҳар яке аз мо ҷавонони ояндаи миллати тоҷик мебошад. мо бояд қарзи ватан модарро иҷро намоем, ҳимоятгари ватан ва модари худ бошем. зиракии сиёсиро аз даст надода тоҷикистонро ҳамеша ба пеш ҳаракат диҳем. ватан ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замини зардуҳишти ман, биҳишти ман, биҳишти ман. ватан ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замини зардуҳишти ман, биҳишти ман. салмони баланд ахтару хуштоле дар гулистони илму дониш майли шукуфтану парвози баланд дорад. кӯшиш мекунад чун уқоби баландпарвоз бо боли тавоно қуллаҳои баландро фатҳ намояд. кашфиётҳои ҷолибро муяссар гардад то минбаъд бо ҳунари воло, дониши тавоно, саҳбгузор баҳри сарсабзии тоҷикистони маҳбуб бошад.